نماینده دادستانی روز 16 اپریل از دادرس دادگاه ناحیه شاه منصور طلب کرد که دلیر شریپوف را به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم کند. عبدالرحمن شریپوف وکیل دفاع دلیر شریپوف از دادگاه خواسته است که زیر حمایه او را از تالار مرافعه آزاد نمایند. در نظر است که بعد از ظهر امروز 16 اپریل خود دلیر شریپوف با سخن آخرین در دادگاه برآمد کند و بعد از آن دادرس برای قبول قرار به خانه مشورتی می رود. در نظر است که تا بگاه امروز و یا روزهای آینده حکم دادگاه در نسبت دلیر شریپوف صادر شود. مقامات دلیر شریپوف را به برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی متهم میکنند. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام تا 5 سال زندان را پیش بینی کرده است. دادستان گفت آنها حالتهای سبک کننده را به اعتبار گرفته به خبرنگار تاجیک 2 سال و 4 ماه زندان خواستند، ولی قبلا دلیر شریپوف و پیوندانش اتهام را بی‌پایه دانسته به بیگناهی او پافشاری دارند. به مرافعه روز 16 اپریل در دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت بر علاوه وکیل دفاع، شاهدان و پدر و مادر دلیر شریپوف به نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل هم اجازه دادند که وارد تالار مرافعه شود. روز 15 اپریل به مرافعه روزنامه‌نگار تنها وکیل مدافع شاهدان و پدر و مادرش را راه دادند و تقریبا 30 نفر دیگر از جمله خبرنگاران و حامیان حقوق پشت در ماندند. دلیر شریپوف نزدیک 3 ماه است که در بازداشت است و سازمان‌های حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان آزادی او را طلب کردند. پرونده این روزنامه‌نگار روز 3 اپریل به دادگاه ناحیه شاه منصور ارسال شده بود.